اینجا ایلام است، حدود 2670 سال پیش. تمدنی بیدار در دل کوهستان و دشت. مردمانی باهوش و پیشرو، با خدایانی ویژه و نیایشگاه‌هایی پرشکوه. کوزه‌گرانی زبردست، هنرمندانی چیره دست و مجسمه سازانی ماهر. با جوانانی که اغلب یا مخترع بودند و یا شجاعانه به شکار می پرداختند. آنان زبان و خط خود را داشتند، تمدنی با فرهنگی مستقل. آنها با سلاح‌هایی از جنس مس، برنز و تا حدودی هم آهن در دل تاریخ ایستاده بودند. اما روزی از دل تاریکی آشوربانیپال برخاست. او با ارتشی آهنین و قلبی بیره کمر بر نابودی ایلام بست. من آشوربانیپال در مدت 1 ماه و 1 روز شوش پایتخت ایلام را چنان ویران ساختم که دیگر صدایی از آن برنخیزد. چنان بر آن سرزمین تاختم که تنها مکانی برای گذر مارها و خزندگان شود. معابد، کاخها و خدایانشان را نیز با خاک یکسان کردم.